خب فصل 21، آخرین روزهای فراق. هوا در آن ساعت شب بسیار سرد بود و در آن خیابان شهر قزوین مانند سایر خیابانهای شهر چراغی دیده نمیشد. بیش از 6 ساعت از غروب آفتاب گذشته و آمد و رفتی نبود. سکوت کاملی حکم فرمایی می کرد. فرخ به واسطه شتابی که داشت فراموش کرده بود پالتو خود را بپوشد. به همین جهت از سرما می لرزید. اما چون می ترسید که اگر به خانه دوستش برگردد و بالاپوش خود را بردارد ممکن است در آن فاصله مجتمعین آن خانه بیرون بیایند و او نتواند آنها را ببیند، ناچار سوز سرما را تحمل می کرد و برای اینکه بهتر آنها را دیده و بشناسد مقابل خانه در آن طرف خیابان در تاریکی ایستاده بود و اطمینان داشت همین که بیرون بیایند همه را خواهد دید. ربع ساعتی گذشت. فرخ با اینکه به سرما عادت داشت کم کم بیتاب می شد. ولی اثری از بیرون آمدن آنها ظاهر نمی گردید. نزدیک بود نومید شود که صدایی به گوشش رسید. لحظه بعد در آهسته باز شد و در ابتدا یک نفر سر خود را بیرون آورد که در آن تاریکی فرخ حد زد بایستی ژاندارمی باشد. ژاندارم مزبور چندین بار به دو طرف خیابان نگریست و چون مطمئن شد که کسی در خیابان نیست سر را دوباره به درون خانه برد. دیگر برای فرخ یقین شد که مجتمعین آن خانه بیرون خواهند آمد. پس خود را جمع و کوچک نموده و در کنار دیوار خانه مقابل پنهان شد. چند دقیقه بعد برای بار دوم در خانه یاور باز شد. فرخ که قریب نیم ساعت در آنجا ایستاده و چشمهایش به تاریکی عادت کرده بود و به علاوه آسمان هم صاف بود، چند نفری را دید که آهسته و آرام از خانه خارج شدند. پس با دقت زیادی به سر و وضع هر یک از آنان نگریست و آن وقت با تعجب تمام آهسته به خود گفت: چه آدمای ناجوری! مگه توی این طبقه هم کسی همچی عقایدی داره؟ حقیقت آن بود که نمیتوانست باور کند که عمامه به سری را هم دلتنگ و ناراضی از اوضاع مملکت ببیند. چند دقیقه بعد آن جمع متفرق شده و هر کدام به طرفی رفته بودند. فرخ هم که به مقصود و منظور خود رسیده بود به خانه رفیقش بازگشت. صاحب خانه که از رفتار او چیزی نفهمیده و همینقدر حدس زده بود شاید آنچه در خانه همسایه می‌گذشت با غیبت 4 ساله فرخ ارتباطی داشته باشد، در انتظار مراجعت مهمانش بود و همین که فرخ وارد شد دیگر خودداری نتوانست. پرسید: چی شد؟ فرخ هم که نمیتوانست حقیقت را بگوید جواب مبهمی داد: به یه اسراری پی بردم که ممکنه برای پیشرفت مقاصدم مفید باشه. آنگاه آه سردی کشید و افسود: ولی بدبختانه به خاطر ترس و جبن یکی از مجتمعین تو مجلس موضوع فعلا جز حرف و صحبت نبوده. بنابراین امیدی به انجام کاری نیست. میزبان که از گفته مبهم فرخ چیزی نفهمید کنجکاوتر شد و توضیح بیشتری میخواست. فرخ هم برای اینکه او را سر باز بکند پاسخ داد که خلاصش اینه که چند نفری برای سرنگونی دولت کنکاش میکردن، ولی عضوی که قرار بود سهم مهم و عهده‌دار بشه گویی از شکم‌های گنده و عمامه‌های بزرگ ترسید و حاضر به قبول اون کار نشد. آنگاه فرخ از دوستش خواست که این مطالب را نزد خود نگاه دارد. از فردای آن روز روحیه پهلوان حکایت ما تغییر کرد. او بار دیگر در خود نیرویی برای مبارزه می‌دید. فرخ همین که فهمیده بود جمعی دیگر مانند او از وضع مملکت بیزار و سرنگونی دولت‌های قدار را می‌خواهند، جانی گرفته و هرچند بی تصمیمی و سستی یاور 3 نقطه آن نقشه را برهم زده بود، ولی احساس می‌کرد که سایر شرکت کنندگان آن جلسه با حرارتی که ابراز می‌داشتند دست از فکر خود نخواهند کشید و بیکار نخواهند نشست و مسلماً از راه دیگری به انجام نقشه خود خواهند پرداخت. ولی از خود می‌پرسید که آیا روزگار دوباره او را در سر راه آنان خواهد گذاشت و به جزئیات نقشهشان اطلاع خواهد یافت و خواهد توانست همکاری نزدیکی با کنکاش کنندگان داشته باشد؟
قریب 25 روز از آن شب گذشت. ناگهان روزی صبح فرخ شنید که قرار است روز بعد قزاق‌ها از قزوین به جانب تهران حرکت کنند. فرخ از این حکم ناگهانی که به هیچ وجه سابقه نداشت به خیال افتاد و از یکی از همقطارانش که با او نزدیک و صمیمی بود پرسید: رفیق، تو میدونی چطور شده که غفلتاً ما میریم طرف تهران؟ و در پاسخ شنید: منم از این دستور متحیرم، چون به هیچ وجه همچی صحبتی تو میون نبود. این تصمیم ناگهانی منم به خیال انداخته. فرخ از رفتن تهران خوشحال بود و هنگامی که اسباب و اساسیه مختصر خود را جمع می‌کرد، یک مرتبه خاطره آن شب که در منزل رفیقش گذرانده در نظرش گذشت و از خود می‌پرسید: این حکمی که الان باید بریم تهران یعنی به وقایع اون شب رابطه داره؟ اما هرچه در صدد تحقیق بیشتر برآمد، هیچ یک از همکاران از چگونگی این پیش آمد اطلاعی نداشتند و ضمناً میشنید که حکم از بالا صادر شده است. پس یقین کرد که این تصمیم با گفتگوهای آن شب بستگی دارد، زیرا روش و طریقه‌ای که به آن شخص پیشنهاد می‌کردند جز این نبود. فرخ بسیار خوشحال شده بود و با خود می‌اندیشید که اگر تنها به تهران می‌رفت قادر به انتقام نبود و اینک که با رفقای قزاقش می‌رود و مسلماً در موقع به او کمک خواهند کرد، امید موفقیت بسیار است. پس با شوق تمام آماده حرکت شد. فردا صبح قزاق‌ها به جانب تهران به راه افتادند و همان روز خبر حرکتشان در روزنامه نیم رسمی پایتخت نیز به صورت یک خبر عادی انتشار یافت. اما فرخ هرچه به تهران نزدیکتر میشد گرفته‌تر و محزونتر می‌گردید. بیچاره نمی‌دانست بدین احساس باطنی چه باید اسم گذارد و پی در پی از خود می‌پرسید مگر او به جانب معشوقه و منزلگاهش نمی‌رود و در این صورت این اندوه و دلتنگی را چه دلیلی است؟ ولی هرچه سعی می‌کرد به این امید خود را دلخوش بدارد که 2 روز بعد تهران خواهد بود و چنانچه مهین را هم نتواند ببیند اقلن از مژده سلامتیش خوشحال خواهد شد، بار سنگین غم از دلش برداشته نمی‌شد. همقطارش که به درد و نگرانی رفیق پی برده چند بار از او پرسیده بود چرا هر ساعت گرفته تر می شود؟ ولی فرخ که جوابی نداشت به او بدهد او را به این وعده که در تهران شرح زندگی خود را برای وی نقل خواهد کرد قانع می ساخت. ما در واقع الان تو تهرانیم و داریم همین نقلا را از فرخ میشنویم. اونطور راوی داره تعریف میکنه. فرخ تا آن ساعت نمیدانست در تهران کجا منزل خواهد کرد. او تصور میکرد پدرش از غصه دوری او هلاک شده و یا به واسطه بی دست و پایی خانه را به باد داده است. پس از بابت محل سکونت خود هم نگرانی داشته و ناراحت بود. اما رفیقش که به درد و نگرانی او پی برد، صمیمانه پیشنهاد کرد تا هر وقت که بخواهد در خانه او اقامت گزیند. ضمناً به فرخ اطلاع داد که چون او در هر صورت اگر فرمان حرکت به تهران هم صادر نمیشد، قرار بود به پایتخت برود، چند روز پیش خانواده‌اش را از آمدنش مطلع ساخته و بنابراین خانه‌اش از هر جهت آماده پذیرایی از او می باشد. فرخ ناچار دعوت محبت آمیز رفیق را پذیرفت و بار دیگر به دریای هم و غم فرو رفت. این غم و اندوهش موجب تعجب خودش هم شده بود. در ابتدا چنین می‌اندیشید که شاید التهابش از خوشحالی زیاد است، ولی چون می‌دید هر بار که فکر رسیدن به تهران را می‌کند قلبش فشرده‌تر شده و می‌گیرد، از آن وضع روحی که داشت بیشتر متعجب و حیران می‌ماند. عصر روز دوم به کرج رسیدند و تا تهران 6 فرسخ دیگر فاصله نداشتند. قزاقان که بیشترشان پیاده بودند، در ظرف 6-7 ساعت می توانستند آن مسافت را بپیمایند. فرخ تا آن ساعت درباره چگونگی اقدامات خود در تهران تصمیمی نگرفته و نمیدانست که چه خواهد کرد. ولی در آنجا به فکر افتاد از فرصت استفاده کند و چون یقین داشت که حرکت ناگهانی قزاق‌ها به سوی تهران با گفتگوهایی که آن شب در خانه یاور فلانی نقد شده ارتباط دارد، چنان که می‌دانیم نزدیک غروب از رفیقش جدا شد و به جانب اتاق کاروانسرا رفت
که فرمانده قوا یعنی رضا شاه رو که فرمانده قوا در آنجا استراحت کرده بود. و پس از آن که به پرسش فرمانده پاسخ داد که در رت 5 فوج تهران است، با چشمان سرخ شده و بدون اینکه تزلزلی به خود راه بدهد افزود: من از کنکاشی که شده مطلعم و از قصد و نیتی که در پی عزیمت ناگهانی قزاق‌ها به تهرانه باخبرم. هرچند شما میتونید منو همه گونه مجازات بکنید و حتی همین لحظه منو بکشید، ولی تصمیم گرفتم به هر حال تمنای خودم رو به عرض برسونم و اون تمنا اینه که حالا که دست به همچه اقدام مهمی زدین، به منم که از دستگاه حکومت‌های سابق رنج فراوانی کشیدم، اجازه بدید کسایی رو برای گرفتاری و مجازات صورت بدم، یعنی لیست بدم. استدعای دیگرم اینه که موافقت بکنید خودم به دستگیری این اشخاص اقدام کنم. چند لحظه به سکوت گذشت. فرمانده از لحن مظلومانه فرخ متأثر شده احساس میکرد که تا چه اندازه او بایستی رنج و مرارت کشیده باشد و در آن لحظه در دلش چه طوفانی میگذرد. پس با ملایمت پرسید: اسم چه کسی رو میخوای به ما بگی؟ چه قصد و نیتی در موردش داری؟ فرخ بار دیگر پاها را به هم زده سلام نظامی داد. با حرارت تمام گفت: میخوام انتقام رنج و مذلتی که 4 سال تمام کشیدم بگیرم و اسم شخصی رو که این زندگی تلخ و پرمشقت رو برام فراهم کرده بذارم تو فهرست ستمگرا. آنگاه تأملی کرده افزود: اون یکی از وکلای مجلسه. لقبش هم هست فئوسلطنه. البته چند نفر دیگه هم دستیارش بودن و تو آزار رسوندن به من شرکت داشتن که هرچند صاحب مقام مهمی نیستن، ولی تو جنایتکاری دست کمی از ارباب بزرگوارشون ندارن. فرمانده فکری نموده به فرخ اطمینان داد که فئوسلطنه جزو کسانی است که بایستی به زندان برود و او میتواند شخصاً دستگیریش را به عهده بگیرد، که لحظه دستگیریش هم دیدیم دیگه، یعنی اول رمان با همین دستگیری شروع شد. سپس نزدیک میز رفته با سرعت این 2 سطر را نوشت: هر شخصی را که نایب دوم محمد رضا خان تحویل محبس بدهد با مراقبت زیاد نگهداری کنید. به دیدن آن حکم در چهره تیره و گرفته فرخ نوری از خوشحالی نمایان شد و بی اختیار گفت: حالا دیگه میتونم ادعا کنم که در راه گرفتن انتقامم. نیم ساعت بعد دستور حرکت داده شد و قزاق‌ها به جانب تهران به راه افتادند. هرچند فرخ با داشتن چنین حکمی در دست دیگر خود را کنار مهین احساس می‌کرد و از این رو بسی خوشحال بود، ولی باز از اضطراب درونی رهایی نمی‌یافت. در نزدیکی‌های تهران فرخ مأموریت خود را برای دستگیری فئوسلطنه به اطلاع صاحب منصب رفیقش رسانیده و از او خواست با وی در این باره همراهی کند و آنگاه افزود: اگه مقاومتی نبینیم و به آسونی شهر رو اشغال کنیم، فوراً باید این کار رو انجام بدیم. ولی ورود از در بزرگ خونه فئوسلطنه صلاح نیست. ممکنه که اسباب سر و صدا و هیاهو بشه. ما میتونیم از در کوچیک عمارت که توی خیابان خلوته وارد منزلش بشیم. بعد از نیم شب قزاق‌ها به شهر رسیدند. قوای مختصر بریگاد مرکزی که به زحمت جمع آوری شده بود برای مقابله با آنان بیرون دروازه رفته بود، ولی زد و خوردی روی نداد و متفقاً وارد شهر شدند. قزاق‌ها یکسر به میدان مشق رفتند و عمارت قزاقخانه را اشغال کردند و از آنجا دی را به نظمیه فرستادند و این دسته پس از مختصر زد و خوردی آنجا را نیز تصرف نموده و سپس افرادی به سر وقت کمیسری ها رفتند. فرخ هم به اتفاق رفیقش و 2 نفر قزاق با درشکه‌ای که به دست آورده بودند به جانب خانه فئوسلطنه حرکت کردند و همانطور که در نظر داشتند در کوچه عمارت را با مختصر فشاری باز کرده داخل باغ شدند. آن وقت به درشکچی دستور دادند مقابل در بزرگ انتظار آنان را بکشد و چون فرخ آنجا را خوب می شناخت به همراهی رفیقش و 2 قزاق به جانب عمارت راه افتادند.
فرخ که در آن هنگام قلبش به شدت می‌تپید به خود می‌گفت که اگه مهین هنوز تو خونه پدرش زندگی میکنه بایستی بی این که اون بفهمه پدرش رو دستگیر کنم. همین که جلو عمارت رسیدند فرخ از رفیقش درخواست کرد اجازه دهد او قبلا وارد اتاق فوز سلطنه شود تا مطالبی را که دارد به او بگوید. رفیقش هم تقاضای او را پذیرفت و در انتظار خبر از جانب فرخ در آن سرما مقابل در عمارت ماند. دیگر می‌دانیم چگونه فرخ به اتاق خواب فوز سلطنه رفت و چطور در عوض آن که شخص خوش و خرم و مغروری را ببیند پیرمردی را نالان در بستر بیماری در پیش خود دید که از غم از دست رفتن زن و دخترش در هم شکسته شده و 4 اسبه به سوی مرگ می رود. در آن هنگام فرخ پی می برد هم و غم دائم او چه سببی داشته و چرا می بایستی هر قدر به تهران نزدیکتر می شد نگران و ناراحت‌تر می گردید. به راستی زندگی در آن شهر دیگر برای او چه فایده‌ای داشت؟ زیرا تنها وجودی که در تمام مدت 4 سال لحظه‌ای فکرش را از سر بیرون نساخته و چهره زیبایش را از خاطر نبرده و تمامی قلب و مغز خود را به او واگذاشته بود، گم کرده بود و اینک گویی قلب و مغزش یک بار تهی شده و دیوانه می گردید. مکان عوض میکنه، برمیگرده تو خونه عفت، همون جایی که فرخ داشته خاطراتشو تعریف میکرده. سکوت عمیقی در میان همه مهمانان خانه عفت حکم فرما شده بود. هرچند بیشتر آنان در زندگی به بدبختی‌ها و ناکامی‌هایی دچار شده بودند، اما هیچ کدام هرگز یک چنین وقایع سخت و جانگدازی که بر فرخ گذشته به تصور نیاورده و اینک نمی‌دانستند چه اظهار عقیده‌ای بکنند و چگونه او را دلداری بدهند. حالا علاقمندان به او می‌فهمیدند که چرا بایستی همواره درباره وضع او نگران و بدبین باشند و چرا همواره در دلشان می‌گذشت یقین اون گرفتار شده و روزگار سیاهی رو تو بدبختی می‌گذرونه. به راستی به فرخ بدبخت و سیاه روز شده بود و بزرگترین بدبختیش همان بود که پس از 4 سال تحمل مصائب و شدائد باز هم دوران روزگار تلخ و ناگوارش به سر نیامده و اکنون به دردی دچار شده بود که دیگر درمانی برای آن وجود نداشت. فرخ پس از نقل سرگذشت خود سر به زیر انداخته و قطرات درشت اشک در چشمانش حلقه زده بود. حاضرین همچون توانایی تسلی دادن و دلداری او را در خود نمی‌دیدند، همه لب فرو بسته و سکوت او را محترم می‌شمردند. عاقبت عفت به خود جرأت داده با صدای ظریفی که حکایت از همدردیش می‌کرد، رو به فرخ کرده گفت: قصه و گریه کردن که نتیجه‌ای نداره. چی کار میشه کرد؟ هر کسی یه مقدری داره. ساعتی بعد شام آوردند، ولی مگر آن عده دیگر اشتهایی برای خوردن داشتند. فرخ همچنان در دریای هم و غم غوطه‌ور بود، ولی نمیدانست دیگر درباره چه فکر میکند. او آنچه را که تا آن زمان بدان میاندیشید از دست داده بود و هرچند میدید اندیشه‌هایش دیگر موضوعی ندارد، اما چگونه میتوانست خود را به آسانی به این حقیقت تلخ قانع کند؟ بابا حیدر آهسته با دایه فرخ صحبت میکرد. و با تأثیر تمام میگفت: یعنی آقا تا این درجه عاشق بوده؟ من که هیچ باورم نمی اومد و همه این حرفا رو حساب بچگی میدونستم. دایه بابا را سرزنش کرد. من از اول میدونستم بچم عاشق شده، اما هر چی دعا براش از 3 دسمال گرفتم نتیجه نداد و این فکر از سرش نیفتاد. احمد علی خان هم با صاحب منصب قزاق رفیق فرخ صحبت می داشت و با تعجب می گفت: راستی که اون چه به سرش اومده هم شنیدنی بود، هم بسیار عجیب. در آن میان تنها جواد فکرش جای دیگر بود. او در همان حال که از سرگذشت حزن‌انگیز ارباب چند روزش متأثر شده بود، چشمان فتان جلالت را از نظر دور نمی داشت. جلالت در واقع دوست دختر همین جواده که چی میرزا میخواد بره پلوش بگیرتش دیگه، سیاوش میرزا. ناگهان فرخ سر برداشته روی را به عفت کرد. گفت: خیلی ببخشین، من باید برم.
چون یه مأموریت دارم، بایستی همین امشب یه شخصی رو دستگیر کنم. چون حکومت نظامی برقرار شده بود، جواد و بابا حیدر به اتفاق یک نفر قزاق روانه منزل شدند و فرخ هم شخصاً احمد علی خان را به خانه‌اش رساند. ساعتی بعد آن خانه در سکوت کاملی فرو رفته بود. عفت هم پس از آن که دستور داد جای خواب طفل را در اتاق او درست بکنند، اینک به رخت خواب خود داخل شده و در حالی که تا مدتی سرگذشت غم‌انگیز و دلخراش فرخ را به نظر می آورد و به خود می لرزید، عاقبت با یک دنیا افکار پریشان به خواب رفت. فصل 22. عاقبت شیره‌ای. اگر خواننده به یاد داشته باشد، علی اشرف خان را در گذشته هنگامی ترک کردیم که به اتفاق برادرش علی رضا خان و فی‌السلطنه و سیاوش میرزا برای دستگیری فرخ به دست صاحب منصب ژاندارم نقشه‌ای طرح می‌کردند. چند روز بعد از گرفتاری فرخ، صاحب منصب ژاندارم که تبعید شدگان را با خود می‌برد، به وسیله نامه‌ای مراتب خدمتگزاری خود را برای فی‌السلطنه نوشته بود و دستگیری فرخ را به او فهمانده بود. علی اشرف خان هم که از این خبر مطلع شده بود، نفسی به راحتی کشیده با خود گفته بود: الحمدلله، خیالم راحت شد. به راستی از آن روزی که علی اشرف خان در شیره‌کشخانه واقع در کوچه بین بازار ارسی دوزها و بازار بزرگ فرخ را دیده و دانسته بود که اعمال زشتش از پرده بیرون افتاده و جمعی از آن باخبر شده اند، دیگر خواب و خیال راحتی نداشت. البته او گاه فکر کرده بود که عاقبت روزی پدر و مادر عفت از آنچه بر سر دخترشان آورده مطلع خواهند شد، ولی همواره این امید را داشت که عفت آبروی خود را نخواهد ریخت و جزئیات وقایع سهمگین و ننگین را برای کسی نخواهد گفت و در صورت لزوم به همین قناعت خواهد کرد که بگوید نزد شوهرش سیاه بخت بوده و پس از چندی او را طلاق داده است. اما چون از گفته‌های فرخ پی برده بود که آنچه بر سر آن زن بدبخت آورده افشا شده و دیگران از آن مطلع شده‌اند، بی اندازه نگران و مضطرب گردید و همان اضطراب و تشویش او را برانگیخته بود که در آن روز در منزل فی‌السلطنه به طرحی که برای گرفتاری فرخ می‌ریختند او هم رأی بدهد و به سهم خود مسئولیت حبس جوان را به عهده بگیرد. و هرچند او هم به وسیله کارتی که صاحب منصب ژاندارم از بین راه فرستاده بود، از سرانجام کار فرخ اطلاع پیدا کرده و ظاهراً آرامش خاطری یافته بود. ولی از همان شب ساعتی از بند خوابهای موهش رهایی پیدا نمی کرد و هر شب دچار کابوس‌های ترسناکی می‌گردید. از جمله جمعی را در اطراف خود می‌دید که می‌خواستند او را با اسباب‌های ترسناک و وحشتناکی شکنجه کنند. پس با ترس زیاد از خواب می‌پرید و عرق سردی را که روی پیشانیش آمده بود با دست پاک می‌کرد و مدتی به عاقبت خود می‌اندیشید. علی اشرف خان چندین بار به فکر افتاده بود به منزل رئالدوله برود و به گناهانش اقرار و اعتراف بکند و پوزش بخواهد، اما هر دفعه احساسات شیطانی او را از این اقدام باز داشته و به این بهانه که او کاری نکرده است و دیگران برای پیشرفت و رسیدن به هر مقصود و منظوری به وسایلی بس قبیح‌تر و شنیع‌تر متوسل شده و میشوند، خودش را پیش خود تبرئه میکرد و قانع میساخت. 6 ماه از مراجعت اصفهانش گذشته بود، ولی وزارتخانه به او شغلی نداده بود، زیرا حامیان و طرفدارانش پراکنده شده بودند و به علاوه سن زیاد وزرایی که بر سر کار می آمدند دیگر اقتضای آن را نداشت که از وی درخواست‌هایی نظیر آنچه وزرای سابق می کردند بنمایند و شاید هم چون بعضی از همقطارانش به روش او پی برده و در این طریقت بر او پیشی گرفته بودند، دیگر کسی به سر وقت او نمی آمد. پس نومید از این که شغل و مقامی به او بدهند، روزگاری را در خانه می‌گذراند و چون مانند برادرش نبود که حزب بازی و داد و فریاد را دوست داشته باشد، علاوه بر کشیدن تریاک و شیره به کارهای دیگر خود سرگرم بود که ظاهراً بوی عشق و محبت از آن برمیخواست.
و همواره به خود وعده میداد بالاخره روزی خواهد رسید که بتواند توجه وزیر و سایر متصدیان را بار دیگر به اشعه خود جلب بکند و از تقدیم پول یا قالی و قالیچه به عنوان رشوه به آنان برای گرفتن شغلی بی‌نیاز شود. اما کشیدن تریاک و شیره که هر بار بر مقدار آن افزوده میشد، از نیرو و تواناییش برای انجام هر کاری از خوب و بد روز به روز بیشتر میکاست. او دیگر حوصله نداشت که تلاشی برای شغل دوم خود بکند و هرچند هنوز جوان بود و در سلک کسانی به شمار می آمد که چشم و چراغ مملکت محسوب می شدند، ولی به وقایع سیاسی توجهی نداشت و اظهار عقیده‌ای درباره این مسائل نمی کرد و گاه هم که ناچار می شد حرفی بزند، با صدای گرفته که از توی دماغش بیرون می آمد مظلومانه می گفت: البته اوضاع بده، نباستی اینطور باشه، ولی چی کار باید کرد؟ قسمت ما اینه که ایرانی باشیم و مقدر ما همینه که رئیس الوزرامون به وطن بی علاقه باشه و یا بیکاره و متعصب. آنگاه چون آدم قصه‌دار آهی میکشید و بلافاصله نوکری را صدا میزد و دستور تهیه آتش منقل وافور را با زغالهای سینه کفتری میداد و پس از کشیدن چند بست به خواب سنگینی فرو میرفت. تریاک و شیره کم کم حواس او را هم دچار اختلال کرده بود. او دیگر به زحمت خاطره ازدواج خود را با عفت به یاد می آورد و آنچه بین آن دو گذشته بود چون خوابی در نظرش می آمد و چنان بدون قید و لاابالی شده بود که دیگر حتی نمی توانست باور کند اساساً جرأت و جسارت چون این کارهای را در گذشته داشته است. علیرضا خان برادرش چون مایل بود خودش در مرحله اول به مقام مهمی برسد، طبعاً از بابت بیکاری برادر چندان تأثری نداشت، اما چون امثال علی اشرف خان را برای هوچیگری و داد و فریاد کردن در دور و بر خود می‌خواست و به اضافه می‌دانست که هنگام تزلزل دولت‌ها بایستی اقلاً عده‌ای را در دست داشته باشند تا در درشکه‌ها سوار شده به ارگ یا صاحب قرانیه بروند و بقا یا سقوط کابینه را به عنوان خواسته ملت تقاضا کنند، یا جمعی همواره آماده باشند که مأمور رفتن به بازار شده توده بیسواد نادان را آلت دست کنند. پس هرچندی نزد برادر می آمد و او را به شرکت در اجتماعاتی که ترتیب میداد دعوت می کرد، ولی همیشه جز دود تریاک او چیزی به مشامش نمی رسید و جز آن که فردا میام جوابی نمی شنید. حقیقت هم این بود که علی اشرف خان هر بار به وعده‌های برادر که برای او چنین و چنان خواهد کرد تهییج می‌شد و با خود عهد می‌کرد که روز بعد به دنبال او برود. ولی آیا برای تریاکی اراده و تصمیمی وجود دارد؟ او اگر گاه هم به مجالس قماربازی می‌رفت و برد و باختی هم می‌نمود، به این سبب بود که می‌دانست در این محافل هم بساط تریاک فراهم است و از کشیدن چند بست محروم نخواهد ماند. حالا که قریب 4 سال از گرفتاری فرخ گذشته بود و علی اشرف خان به کلی قضایا را از یاد برده بود، بایستی آن شب به آن دوره قمار در محله دروازه قزوین برود و تصادفاً سیاوش میرزا را هم که سالها ندیده بود در آنجا ملاقات کند و یک مرتبه همکاری جنایت‌آمیزشان را به خاطر بیاورد. ولی چنان که می‌دانیم اثر بست‌های تریاک و سرگرمی بازی زود او را از این افکار منصرف ساخته بود و در پایان جلسه نزدیک صبح بدون خیال و آرام به جانب منزل می رفت. الان دیگه دولت حکومت نظامی علی اشرف خان مردی قوی دلی نبود و در سلک بدکاران جسور به شمار نمی آمد که به هر جنایتی دست می زنند و آن را کار خوبی پنداشته با سفسطه می خواهند درست و به جایش به حساب گذارند. او برعکس عنصری ضعیف و ترسو بود و تنها حس جاه طلبیش او را به آن کارهای زشت واداشته بود و ما همان حس جاه طلبی هم دائما به او تلقین میکرد که او در زندگی کار بدی نکرده و دیگران راههای بسی بدتر و زشتر را
برای رسیدن به مقصود پیش گرفتند. پس هنگامی که نزدیک خانه رسید، ابتدا به دیدن قزاقی که در کوچه قدم می‌زد تکان خورد و بعد چون دانست صاحب منصب قزاقی هم در خانه‌اش انتظار او را می‌کشد، دیگر بیشتر متوحش شد. در آن لحظه فکرش به جایی نمی‌رسید و به هیچ وجه نمی‌توانست علت و سبب آن را حدس بزند، زیرا در آن سالهای اخیر جز کشیدن تریاک و گاه شیره و قماربازی کاری نداشته، چنان که با صدای گرفته و ضعیف خود حتی در زوایای خانه‌اش هم اسم رئیس الوزراء را بدون عنوان حضرت اشرف نبرده بود. پس با ترس و لرز تمام وارد اتاق شد و چون صاحب منصبی را در آنجا دید، لحظه‌ای با دقت به چهرهش نگریست. آنگاه سخت بر خود لرزید و گفت: شما؟ صاحب منصب پاسخ داد: بله، من. لرزه بر اندام علی اشرف خان افتاد. بدون آنکه خودداری بتواند، آهسته آهسته عقب رفته به دیوار تکیه داد. فرخ چند لحظه او را به حال خود گذارد و چند بار در میان اتاق قدم زده متفکر ماند. عاقبت مقابل علی اشرف خان ایستاده با تندی گفت: حالا هم میتونی بخندی؟ علی اشرف خان توانایی جواب دادن را نداشت و در همان حال زار به خوبی حدس میزد چه روزگاری در پیش خواهد داشت و چون در آن روزها شایع بود که به زودی داری برپا خواهد شد و همه خائنین را به مجازات خواهند رسانید، گویی در آن لحظه زبری طناب را روی گردن خود احساس میکرد. فرخ در دنباله گفته‌اش افزود: حتما تو این مدت 4 سال هم خیلی خندیدی. حالا میتونی بخندی، ولی البته این خنده با اون خنده ها فرق میکنه. سپس فرخ لحن تمسخرآمیزش را تغییر داد. با تشدد گفت: یقین هنوزم به برادر تو امثالش اتکا داری، ها؟ هنوزم تصور میکنی اون چه مرتکب شدی درست و صحیح بوده؟ کلمه ای جواب از دهان علی اشرف خان بیرون نمی آمد. او حالا سر را به زیر انداخته بود. پاهایش به شدت می لرزید. شاید اگر توانایی حرف زدن داشت، همان دم به گناهان خود اعتراف می کرد و پوزش می خواست. فرخ هم نخواست بیش از آن با سرزنش و شماتتهای خود قلب حریف مغلوب را بیازارد. پس به او اطلاع داد که برای دستگیریش آمده. ولی علی اشرف خان چه می توانست بکند و چه ایستادگی ممکن بود به خرج بدهد؟ او می دانست که بسی اشخاص بزرگتر و نیرومندتر از او را دستگیر و به زندان انداخته بودند. پس سر و صدایی بر نخواسته کسی بدان اعتراض نکرده بود. حالا اینجا میبینید، اینجا یه ریزه شکل و شمایل درست داره این دستگیری ها. ولی توی کودتای اسفند 299 بعد از کودتا و تشکیل کابینه تجزیه یک خرطوخر و شیر تو شیری بوده خدا میدونه. چپ و راست همه رو میگرفتن، از یک کارمند دونپایه تا مقام بالادستی. یعنی تر و خشک و با هم سوزوندن این احمقا. حالا تو تاریخ دیگه، اینجا حالا قصه است. پس از ترس مرگ که در پیش چشم خود میدید، همچنان ساکت و لرزان به دیوار تکیه داده بود. فرخ بار دیگر نزدیک شد و در حالی که معلوم بود نمیخواهد دست خود را به تن چنین وجودی آشنا کند، با سختی گفت: خب اگه حرف دیگه ای ندارین بریم. این بار علی اشرف خان به خود قوت داده با صدای گرفته و ترسان و لرزان گفت: من چی میتونم بگم؟ اختیارم دست شماست. هر چی بخواید بکنید، حرفی ندارم. فرخ در برابر حال تسلیم علی اشرف خان لحظه‌ای به فکر فرو رفت و در دل با خود میاندیشید که حالا که مهین من از بین رفته، همه از کرده های خودشون پشیمون شدن. همشون اظهار ندامت میکنن. ولی آیا باید فریب ظاهر رو خورد و همچی فرصتی رو برای انتقام گرفتن و گوشمالی اونا از دست داد؟ آنگاه پس از لحظه‌ای تأمل تصمیم خود را گرفت و با صدای بلند 2 قزاقی را که در دالان حیاط آمده بودند صدا زد و دستور داد علی اشرف خان را در میان بگیرند و در عقب او بیایند. علی اشرف خان هنوز ساکت بود و پاهایش همچنان به شدت می لرزید. طاقت راه رفتن نداشت. پس آن 2 قزاق
هر یک زیر یکی از بازوهای او را گرفته به جانب در خانه حرکتش دادند. نوکرش که شبها آنجا میخوابید و به موضوع آمدن صاحب منصب قزاق و قزاقها پی برده بود، نزدیک آمده و با چشمان باز و متحیر آن ماجرا را مینگریست. اما جرأت و جسارت اینکه اظهاری بکند در خود نمیدید و تا هنگامی که قزاقها و علی اشرف خان از سر کوچه دور نشده بودند، گویی زبانش بند آمده بود. چه یارایی حرفی را نداشت و فقط پس از خارج شدن آنها از خانه توانست به طرف اندرونی دویده فریاد کند که آقا رو بردن، آقا رو بردن. بر اثر صدای او اهل خانه از خواب بیدار شدند. در آن میان زن مستی که در گذشته صیغه علی اشرف خان بوده و اینک امور خانه‌اش را اداره می‌کرد، سراسیمه بدون چارقد و چادری با شلیته تنبانی کوتاه بود که در قدیم زنها می‌پوشیدند. از اتاق بیرون جسته از نوکر چگونگی را می‌پرسید. پیش خدمتم با لکنت زیاد آمدن صاحب منصب قزاق و قزاق‌ها را شرح داده و گرفتاری آقا را به اطلاع آنها رسانید. همه اهل خانه مضطرب و متوحش شده به سر می‌زدند و شیون می‌کردند. اشک از چشمانشان جاری شده و بدون اینکه بدانند علت دستگیر شدن آقا چه بوده و مقصر کیست، قزاق‌ها را لعنت کرده و لامذهب می‌خواندند. و چون بیش از نفرین و لعنت جرأت و جسارت کار دیگری را نداشتند، اینه دیگه، قرار گذاردند صبر پیشه سازند و برای خلاصی آقا از دست کفار آش و شعله زردی نظری بپزند و دست شمعی در سقاخانه روشن کرده روزه‌ای هم بخوانند، مثل همین کارهای تهوآور امروز. نکنید کاری لعنتی ها. چرا سر خودتون کلاه میذارید؟ چون اواخر زمستان و روزها کوتاه بود، نزدیک 5 ساعت و نیم از ظهر گذشته شب می رسید. و البته در صورتی که در آن ساعت شهر در نیمه تاریکی فرو می رفت، دیگر ممکن بود حدس زد که زندان تاریک نظمیه به چه صورت موحشی در می آمد. قریب 12 ساعت بود که علی اشرف خان بر حسب حکمی که فرخ در دست داشت و به رئیس نظمیه ارائه داده بود، در محبس تاریک می گذراند. برای علی اشرف خان پیش آمدهای آن روز صورت خواب ترسناکی را داشت. برخورد ناگهانیش با فرخ چنان فکر او را مختل ساخته بود که به طور قطع نمیدانست آنچه به سرش آمده در حال خواب یا بیداری گذشته است. در واقع گفتیم او به کلی فرخ و حتی آنچه بر سر عفت آورده فراموش کرده بود و آن وقت دیدار ناگهانی جوان، آن هم در لباس صاحب منصب قزاق، مغزش را که در اثر کشیدن تریاک و شیره ضعیف و مختل شده چنان تکان داده بود که به آسانی به وضع خود پی نمی برد و تنها چیزی که به او میفهمانید تنها چیزی که به او میفهماند در خواب نیست و در حقیقت در زندان تاریک میگذراند همان تمایل شدیدش به زدن یک بست تریاک و فراهم نبودن وسایل آن بود. ساعتهای از موقع کشیدن تریاکش گذشته بود، اما کسی به فکر او نیفتاده و این دوای دردش را پیش او نگذارده بود که البته این محرومیت دیگر مافوق قدرت تحملش بود. او از هوای مرطوب و متعفن محبس متأثر نشده، فقط از نداشتن تریاک نالان بود. او در همان حال بیرگی متوجه بود که اگر تریاک یا شیره به زودی به صورتی به او نرسد چه روزگار سخت و پر مرارتی در پیش خواهد داشت. او کم کم میفهمید که در دنیا همیشه پول و ثروت حکومت نمی کند. گهگاه هم ممکن است جمعی از مردم بی پول و محروم پولدارها را عذاب و شکنجه بدهند. چون گرسنگی در خود احساس نمی کرد، از نان جوین و کاسه آش کشکی که در حوالی ظهر پیش او گذارده شده نخورده بود و بدون اینکه درباره علت زندانی شدنش و راه نجات خود بیندیشد، فقط در این فکر بود که چگونه بدون مکیفی زندگی کردن خواهد توانست، این منظور تریاکه، و چگونه دست به گریبان خماری در آنجا روزگار خواهد گذرانید. علی اشرف خان به سان همدردانش حاضر بود چنانچه وعده گرفتن مختصر شیره یا اقلن تریاکی را می گرفت به زندگی در آن محل کثیف بسازد
و از روزگار خود شکایتی نکند. او مانند سایر معتادان تنبل و بیکاره سالها بود قناعت دروغین را شعار خود ساختند و به همین لحاظ اگر تریاکی به دست می آورد همان گوشه محبس خود را خوش می داشت. قریب 3 ساعتی از شب گذشته بود ولی کسی به سر وقت او نیامده بود. آب بینی و چشمانش سرازیر شده، میزان کسالت و خماریش به درجه اعلا رسیده بود. گاه سر را به دیوار میزد، زمانی بینی را بر زمین میگذارد و خارش میداد، ولی هیچ یک از این کارها نتیجه نمیبخشید و تمایل شدیدش به کشیدن شیره یا تریاک ذره‌ای از میان نمیرفت. با حال ضعف چندین بار خود را تا نزدیک در کشانده و با دست و حتی سرش را سخت بر در آهنین کوفته و آه و ناله کرده و کمک خواسته بود. اما چون موقع آمدن زندانبان نرسیده و این قبیل سر و صداها تازگی نداشت، کسی وقعی به آه و ناله او نگذاشته بود. ناگهان علی اشرف خان در آن حال خماری از جا جست، چه صدای پایی شنید و به این امید که آژان یا مأمور زندان آمده و ممکن است با او صحبت بدارد و شاید تریاک یا شیره برایش تهیه بکند خوشحال شد. لحظه بعد زندانبان قفل را باز کرده وارد شد و چون با نور چراغ فانوس کوچکی که در دست داشت کاسه آش کشک و نان جوین را دست نخورده دید خنده‌ای کرد. با تمسخر گفت معلوم میشه خوراک محبس به مذاقتون سازگار نیامده. در صورتی که بقیه محبوسین امروز خیلی دعاگو بودن که غذای خوبی بهشون داده شده. آن وقت کاسه آش را برداشته به جای آن غذای شب را که عبارت از نان و پنیری بود پیش زندانی گذارده به جانب در به راه افتاد. آن وقت علی اشرف خان به خود جرأت داده نالان پرسید که ممکنه من از شما یه استدعایی بکنم؟ آژان با بی‌اعتنایی پاسخ داد چه فرمایشی؟ علی اشرف خان با ترس تمام گفت میخواستم بدونم اگه محبوسی به تریاک و چیزای دیگه عادت داشته باشه ممکنه کمی تریاک بهش داده بشه؟ آژان خنده سر داد. خدا پدرتو بیامرزه، معلوم میشه هیچ از روزگار این مملکت خبر نداری. این نون و آشم دولت با قرض تهیه میکنه. تو پدر آمرزیده چه توقعاتی داری؟ بله اگه محبوس سیاسی بودی و رئیس الوزراء ازت میترسید ممکن بود از جیب مبارکش پول تریاکتم بده. ولی برای امثال تو از این خبران نیست. از من میشنافی دیگه اسم این چیزا رو نیار. سپس در را محکم بسته و قفل نمود و کم کم صدای پایش دور شد. پاسخ زندانبان علی اشرف خان را مات و مبهوت ساخت. او که همه چیز را قابل تحمل می‌دانست، دیگر اندیشی زندگی بدون تریاک برایش غیر قابل تصور بود و اینک که از به دست آوردن تریاک نومید شده بود، گویی هر لحظه جان داده و دوباره زنده می‌شد. حالا همه دردها بر اعضا و جوارح بدنش هجوم آورده یک مرتبه از سر و پا و شکم مینالید. او جز تریاک و شیره دوایی نداشت و جز رسیدن به تریاک و شیره آرزویی نمی کرد و در آن حال زاری که بر اثر نکشیدن تریاک پیدا کرده بود کم کم پی می برد که دیگران چگونه بدون گناه از دست او رنج کشیده چه روزهای دردناکی را گذرانده بودند. او ساعتها سرش را به دیوار زده، ساعتها با صدای گرفته داد و فریاد کرده، حتی حاضر بود تمام هستی و دارایی خود را بدهد تا اقلا مقدار کمی تریاک برای خوردن داشته باشد، ولی جوابی نشنیده بود. عاقبت بی‌تاب و توان شد، سرش را روی زمین کثیف و مرطوب زندان گذارد و اشک خونین از چشمان فرو ریخت. گلا صبر کنید من برم یه رخت سیگار بکشم، بعد میام فصل 23 بخونم. ببخشید. فصل 23. برخورد تازه. 5 روز از شبی که قزاق‌ها به تهران آمده و پایتخت را اشغال کرده بودند می‌گذشت. در این مدت میان توده کنجکاو و تشنه اصلاحات بیانیه‌های گوناگونی منتشر گردیده و همه گونه وعده و نوید به مردم داده شده بود.
ولی بیانیه رئیس الوزراء از همه جالبتر و امیدبخشتر بود، چه به آمدن قزاق‌ها به پایتخت که موجب تغییرهای بدی شده بود صورت دیگری میداد و چنین میفهمانید که برای نجات و رهایی مردم از اوضاع ناگوار ناچار به این اقدام شدند و بالاخره آن دولت و آن نیرو داد ملت را از زمامداران بیکفایت و بیعلاقه به میهن خواهد ستانید. حکومت نظامی به شدت حکمفرما بود. عبور و مرور شبها در شهر ممنوع شده و تشکیل اجتماعات اکیداً قدغن گردیده بود. شب 5 روز کودتا در یکی از خانه‌های واقع در خیابان‌های محله شمال غربی تهران میشه 8 اسفند 1299 شب 5 روز کودتا 3 اسفند کودتا میشه 5 روز گذشته میشه 8 اسفند. شب 5 روز کودتا در یکی از خانه‌های واقع در خیابان‌های محله شمال غربی تهران نزدیک سفارت فرانسه در اتاق کوچکی که همین خیابون نوفل-لوشاتوی الان، آخه چقدر قشنگه واقعا تصورش، نزدیک سفارت فرانسه در اتاق کوچکی که با ذوق و سلیقه خاصی تزیین شده بود 2 نفر با هم صحبت می داشتند. محله مزبور که هنوز در آن زمین‌های زیادی به صورت بیابان مانده و خانه‌ها از هم دور افتاده بود. یه ذره خاطره از عزت الله انتظامی تعریف کنم. اینو باش گفتگو می‌کردم سال 84. میگفت که من اینجا می‌بینید میگه شمال غربی تهران، حالا زیر پل جمهوری میشه شمال غربی تهران دیگه. عرض بکنم عزت الله انتظامی بچه سنگلج بود دیگه. گفت من می اومدم اینا از تئاتر برمیگشتم و اینا می اومدم میدون فردوسی بیابون بود. بعد میگفت این چیزا رو دیدی، فرش فروشیه رو نبش میدون فردوسی دیدید همتون، بزرگه. گفت این فرش فروشیه رفتم تو، گفتم سلام. یه گفت سلام. گفتم منو که میشناسی که؟ گفتن آره استاد انتظامی ما شما رو میشناسیم. گفت پس میدونید دیگه خر و احمق و کودن و بیشعور نیستم، دیوونه هم نیستم. اونا گفتن استاد این چه فرمایشی شما میکنید؟ گفت که این مغازه چنده؟ این مثلا سال 84 به یارو به انتظامی گفته بودن 2 میلیارد تومان. یارو گفته بود استاد 2 میلیارد تومانه. گفت من خیلی خرم، خیلی هم احمقم، خیلی هم بیشورم، دیوونم. گفت برای چی؟ گفت به خاطر که جا با 50 تومان من میتونستم بخرم، بیابون بود. کی فکرشو میکرد الان مثلا بشه 2 میلیارد تومان؟ من خرم دیگه. به من نگو استاد، بگو دیوونه. حالا حکایت اینه، اونجا میگه نگاه کنید، میگه نزدیک سفارت فرانسه در اتاق کوچکی که با ذوق و سلیقه خاصی تزیین شده بود و 2 نفر با هم صحبت می‌داشتند. محله مزبور که هنوز در آن زمین‌های زیادی به صورت بیابان مانده و خانه‌ها از هم دور افتاده بود، در آن ساعت بسیار خلوت و بی صدا به نظر می‌آمد و چون در روز هم عبور و مرور زیادی نداشت، از جمله پاکیزه‌ترین محلات شهر محسوب می‌شد. اتاق مزبور قسمتی از بنای 2 طبقه‌ای بود که در طرف شمال باغچه کوچکی ساخته شده بود و بیشتر صورت دفتر یا اتاق تحریری را داشت. زیرا میز تحریر ظریف و 2 صندلی دسته‌دار و 1-2 صندلی کوچک و چراغ پایه بلندی با لاله سبز رنگ اساسی آن را تشکیل می‌داد. یکی از آن 2 نفر که جوان و سفید روی بود، روی صندلی دسته‌داری فرو رفته بود و دیگری که مسن‌تر و سر و وضعش او را پیش خدمت نشان می‌داد، در برابر جوان نزدیک در مؤدب ایستاده بود و گویی انتظار صدور دستور ارباب خود را می‌کشید. جوان سفیدرو پرسید: جعفر، همه چیز برای پذیرایی از مهمون من مهیا شده. کم و کسری که نداریم. پیش خدمت پاسخ داد: اون چه امر کرده بودین تهیه شده. ننه آشپزم وعده داده تمام سررشتش رو امشب دیگه به کار ببره و بهترین چلوها رو از آب در بیاره. اربابش خیلی خوشحال شد. خندان گفت: آره، مهمون امشب من خیلی عزیزه. بعد از سالها که اونو ندیدم میاد خونم. آنگاه موضوع صحبت را عوض کرده با کنجکاوی پرسید: خب، میگفتی که امروز برای بار دوم تو عمرت به یه کار و نقشه سری پی بردی. مقصودتو درست نفهمیدم. بگو ببینم مطلب چیه؟ جعفر سرفه‌ای کرده سینه را صاف کرد.
و در پاسخ اربابش شمرده گفت خب آقا، بنده تا حالا اسم ارباب سابق خودم رو به شما نگفتم. تو این مدت 3 سال سرکار هم به صرافت نیفتادین از بنده بپرسین که قبلا تو خونه کی خدمت میکردم. صاحب منزل حرف جعفر را قطع کرده گفت حق با توه. خوشبختانه حدسی که درباره خوش اخلاقی و صحت عمل تو زده بودم از همون روز اول درست در اومد. از تو هم خیلی راضیم. جعفر تعظیم بالا بلندی به نشانه سپاسگزاری کرد و در دنباله گفتش اظهار داشت که بنده چندین سال تو دستگاه فئودالسلطنه خدمت میکردم. یعنی از 15-16 سالگی رفتم تو اون خونه زیر دست نوکرای قدیمی تر کار میکردم. به شنیدن این اسم جوان صاحب خانه تکانی خورده، در حالی که برق غضب در سیمایش پدیدار شد پرسید تو خدمتکار فئودالسلطنه بودی؟ سپس خود را آرام ساخت و منتظر شنیدن بقیه مطالب جعفر ماند. جعفر هم که متوجه تغییر حال ارباب شده با تعجب پرسید معلوم میشه شما منو میشناسین. صاحب خانه با لحن تحقیرآمیزی جواب داد از اون بگذریم. اونی که میخواستی نقل کنی برام بگو. جعفر بار دیگر سرفه‌ای کرده اضافه کرد اگه سرتون رو درد نیارم باید اول اون چه روزی تو خونه اون گذشت و منو وادار کرد از اون خونه بیام بیرون براتون بگم. چون صاحب خانه حالا روی صندلی محکمتر نشسته با کنجکاوی و علاقه تمام گوش فرا داده بود، جعفر گفت قریب 4 سال پیش روزی 2 نفر اومدن ملاقات آقای فئودالسلطنه. برای اولین بار بود اونا رو میدیدم. رضا قلی که پیش خدمت مخصوص آقا بود کارت اسمشون رو برد پیش ارباب. از قضا شازدم که بنا بود دوماد آقا بشه اونجا بود و 4 نفری مدتی با هم گفتگو میکردن. نمیدونم چی شد که من به دیدن اون 2 نفر تو دلم یه شور و ولوله‌ای افتاد. حدس میزدم واقعی شومی در پیشه. بی اختیار میخواستم بدونم منظور اون 2 نفر از ملاقات با فئودالسلطنه چیه. پس بی این که کسی مطلع بشه به بهانه اینکه ببینم چراغا نفت دارن و لوله لامپا پاک و تمیزن یا نه، به اتاق عقب تالار رفتم و با دقت تمام به صحبتشون گوش دادم و میشنیدم که برای گرفتاری یکی از بستگان آقا با دستیاری خود آقا و دامادش نقشه میریزن. در این هنگام کنجکاوی صاحبخانه بیشتر شد. پرسید اسم قوم و خویش آقا رو میدونی؟ بله، من ایشون از قبل میشناختم. خیلی چیزا درباره رابطش با اون خانواده میدونستم. اون برادرزاده خانم فئودالسلطنه است. اسمش هم فرخ بود. بار دیگر جوان تکانی خورد. آنگاه با علاقه بیشتری دنباله حکایت را از پیشخدمت خواست. جعفر هم افزود بنده هرچند خیلی چیزا تو زندگیم دیدم اما هیچ وقت اون چی رو که اون روز شنیدم فراموش نمی کنم. چون باورم نمی اومد که اربابم حاضر به این کارا بشه. همینطور که عرض کردم شنیدم میخوان به وسیله صاحب منصب ژاندارم فرخو وسط اسرایی که میبرن کلات بندازن و اون جوون معصوم رو از بین ببرن. به همین جهت تصمیم گرفتم هرچه زودتر فرخو از چگونگی ماجرا مطلع بکنم تا مراقب کار خودش باشه. اما ساعتی بعد که جلسه به هم خورد و مهمونا رفتن آقای فئودالسلطنه منو احضار کرد. دستور داد چون رضا قلی به مأموریت میره و حسین علی هم رفته مرخصی من بایستی حتما شب اونجا بمونم. هرچی خواستم یکی دیگه از هم قطارا رو راضی کنم که جای منو بگیره نشد. ناچار موندم. امید داشتم روز بعد یه فرصتی پیدا بکنم و جوون بیچاره رو از دامی که براش پهن کردن باخبر بکنم. اما از بخت بد اون فردای اون روزم تا نزدیک غروب فرصت پیش نیومد. نزدیک عصر همون آدمای روز گذشته بار دیگه به اتفاق صاحب منصب ژاندارمی اومدن. این دفعه به حرفاشون گوش دادم. چون فهمیدم جان جوان بیگناهی تو خطره اوائل شب با شتاب تموم رفتم به خونه برادر خانوم تا اونو از نقششون مطلع کنم و نصیحتش بکنم چند روزی از خونه بیرون نیاد و از شهر بیرون نره. میدونید که بابای فرخ
میشد برادر زن فوزسلطنه. میگه برادر خانم یعنی بابای فرخ. نصیحتش کنم چند روزی از خونه بیرون نیاد، از شهر بیرون نره. ولی گویا مقدر این بود که بختش یاری نکنه، چون گفته شد که از خونه رفته بیرون و کسی هم نمیدونه کجا رفته. نومید برگشتم خونه. به خودم وعده میدادم چون از خونه بیرون رفته ایشالله دیگه نتونستن اونو پیدا کنن و بلایی سرش بیارن. فردا صبح یه بار دیگه به خونه فرخ رفتم. شنیدم شب خونه نیومده. ولی اینطور معلوم بود که تشویشی ندارن و علت نیومدنشون هم میدونن. پس خوشحال برگشتم خونه. اما چون ارباب خودمو که تو اون اواخر خیلی گرفته بود توی اون روز خوش و خرم میدیدم، همین خوشحالیش اثر غریبی تو من میکرد. گویی یه نفر تو گوشم صدا میداد که بیچاره جوون گرفتار شده. یکی دو روز بعد نتونستم به خونه فرخ برم. بالاخره که فرصت پیدا کردم رفتم خونه برادر خانم تا از حال اون جوون تحقیق کنم. فراش پست اومد، کارت پستالی رو که از ایوانکی برای آقا رسیده بود داد بهم. با کوره سوادی که به زحمت تو مکتب ملاباجی تو بچگی یاد گرفته بودم یه چند سطر مطلب کارتو خوندم. فهمیدم سربسته از گرفتاری شخصی صحبت میکنه. دیگه حدس کردم که جوون بیچاره دستگیر شده. از اون روز فوزسلطنه برام قیافه دیگه‌ای پیدا کرد. دیگه نمیتونستم تو چشاش نگاه کنم. هرچی فکر کردم خدمت توی همچی دستگاهی برای همچی اربابی رو برای خودم قابل تحمل نمیدیدم. به خصوص که میدونستم با دختر یکی یه دونش چجوری رفتار کرده. چند بارم خواستم برم شمرون و دزدیدن فرخ رو به معین خانم بگم. ترسیدم تو اون حال زاری که میدونستم داره پس بیفته. برای همین برای خلاصی خودم از اون خونه یه روز رفتم پیش فوزسلطنه گفتم دیگه حاضر به خدمت تو خونش نیستم. خیلی تعجب کرد. با اعتقاد تمام بهم میگفت چرا از خونه من میری؟ مگه نمیدونی من به زودی وکیل میشم و تو آینده نزدیکم میشم وزیر و برای تو دستگاه خودم شغل مهمی درست میکنم. ولی من به حرفا و وعدهاش قانع نشدم چون نمیتونستم دیگه دیدارشو تحمل بکنم. برای همین از اون خونه اومدم بیرون و همونطوری هم که عرض کردم نزدیک 6 ماه بیکار موندم تا اون که بالاخره اومدم خدمت شما. صاحب خانه که بسیار متفکر و گرفته بود پرسید دیگه از وقتی که فرخو گرفتار کردن اونو ندیدی؟ جعفر سرش را با تأثر تکان داده در پاسخ گفت نه. جوون معصوم رو گرفتن. یقین دارم زیادم اذیت و آزارش کردن. چون دوستش داشتم. دلم به حالش خیلی سوخت. صاحب خانه این بار خندان از او سوال کرد حالا اگه فرخ رو دوباره ببینی میشناسیش؟ جعفر با لحنی که بوی گله از آن برمی آمد پاسخ داد این چه فرمایشیه؟ اگه داریم پیر میشیم خدا رو شکر هنوز چشممون نور یک کم نور داره. ولی دیگه دیدن فرخ تو این دنیا برای کسی میسره مگه؟ صاحب خان از او پرسید اسم اون 2 برادر یادت هست؟ پیش خدمت فکری کرده گفت درست مطمئن نیستم. خیال میکنم وقتی اونجا آمدن به رضا قلی گفتن به آقا اطلاع بده که اشرافی ها اومدن. به شنیدن این اسم جوان صاحبخانه بی اختیار از جا بلند شد. با خود زمزمه کرد خب حد زده بودم. جعفر از این گفته ارباب متعجب شد. پرسید مگه سرکار اونا رو میشناسید؟ صاحب خانم افسود آره همه اونایی رو که اون روز اونجا جمع بودن میشناسم. با فرخ هم از زمان مدرسه کمال دوستی رو داشتم. امشبم دعوتش کردم بیاد اینجا. چشمان جعفر بزرگ و باز شد. با تعجب پرسید راست میگین؟ حقیقتا آقای فرخ زنده است؟ امشب میان اینجا؟ آره. مگه چه اشکالی داره؟ فرخ رفیق صمیمیمه و حالا بعد از 4 سال غیبت برگشته تهران. قرار امشب بیاد اینجا. منتها اون دیگه حالا جوون گذشته نیست. الان دیگه صاحب منصب قزاقه. برای جعفر دیگر تردیدی نماند. آثار خوشحالی در چهرهش پدیدار شد.
و در حالی که دستها را به جانب آسمان می برد گفت پس معلوم میشه خدا خودش به جوانی اون رحم کرده. لحظه‌ای به سکوت گذشت و آنگاه ارباب از پیش خدمتش پرسید اما اونطور که میگفتی امروز برای بار دوم از یک کار سری دیگه مطلع شدی. این دومی چی بود؟ جعفر که از خبر زنده بودن فرخ بسیار خوشحال شده بود با سادگی تمام گفت سرکار عالی امشب منو خیلی خوشحال کردین. راستی هر وقت به فکر گرفتاری و بدبختی فرخ میافتادم خیلی دلتنگ میشدم. الحمدلله که این بار غم از روی دلم برداشتین. سپس با شوق فراوان اضافه کرد امروز صبح وقتی مشغول جارو کردن حیاط بودم مقابل خونه مشهدی رضای باغبون یه درشکه شخصی وایساد. پلوی درشکه‌چی یه پیش خدمتی نشسته بود و توی درشکه یه جوون سبزرویی که کلاه کجی به سر داشت. پاشم انداخته بود رو هم. با خودم میگفتم اومدن این آدما با درشکه به باغچه مشهدی رضا برای چیه؟ اون که بیشتر از 2 اتاق باغبونی برای سکونت خودش نداره. از باغچه‌ش هم جز برای گل و سبزیکاری استفاده دیگه ای نمیکنه. تو همین فکرها بودم که پیش خدمت از بالای درشکه پرید پایین و سبد بزرگی رو که توی درشکه بود آورد پایین. خوب که به سبد نگاه کردم دیدم یه چند بطری مشروب و مقداری میوه و مرکبات توشه. جوون سبزرو و نوکرش پشت سر اون با سبد نزدیک در باغچه اومدن. اون وقت نوکر کلید از جیبش در آورد، در رو باز کرد و هر دو رفتن تو باغچه. من خیلی کنجکاو شده بودم. میخواستم بفهمم مشهدی رضا از کی با این قبیل اشخاص مراوده پیدا کرده و اگه گل و سبزی میفروشه دیگه این میوه ها و بطری های عرق و شراب چه معنایی داره. برای همین با عجله به اون اتاقمون که پنجره به باغ مشهدی رضا داره رفتم و از اونجا به خوبی جوون سبزرو رو میدیدم. دیدم وایساده وسط باغچه با نوکرش حرف میزنه. اما هر چی به دور و بر نگاه کردم از خود مشهدی رضا خبری نبود. ضمناً از پنجره اتاق باغبونم که باز بود میدیدم که داخل اتاق همه اساسی عوض شده و عوض چادر شب رخت خواب و گلیم رنگ رو رفته و کاسه بدلچینی لب شکسته مشهدی رضا با قالی فرش شده و چند تا صندلی هم هست. وضع اتاق به کلی عوض شده بود. اون 2 نفرم بی اینکه متوجه باشن کسی گفته‌هاشون رو میشنفه با هم حرف میزدن و این سوال جوابشون هم به گوشم خورد. تصور میکنی امشب دیگه به مقصود برسیم؟ تا حالا که کارا خوب پیش رفته. اگه اشکالی پیش نیاد حتما فردا صبح اون از رخت خواب شما بلند میشه. اربابش خنده ای کرد. من که دیگه طاقتم تاق شده. اون وقت نظری به اتاقا انداخت. گفت بد درست نکردی. بگو ببینم چطوری صاحبشو راضی کردی از اینجا بره؟ نوکرش هم جواب داد تصور میکنید کسی میتونه در برابر پول جلوی خودشو بگیره؟ وقتی برای 1-2 شب 10 تومن به یه آدم برسه قبول نمیکنه. قرار شد اسبابای خودشونو تو اون زیرزمین کوچیک بذارن، چند شبی هم برن شابدلزین. جوان سبز رو خوشحال شد. تمجید کنون گفت باریکلا بابا عقل تو خیلی زیاده. اینجا محله ساکت و آرومیه. منم 2 شب بیشتر این اتاقا رو لازم ندارم. اگه اون امشب تو رخت خواب من بیاد فردا دیگه خودش با میل تمام میمونه. جعفر در دنباله گفتش برای اربابش احمد علی خان رفیق قدیمی فرخ میگفت بعد از این گفتگو پیش خدمت اول اون سبد بزرگ مشروب و میوه ها رو گذاشت تو اون اتاق. بعد به اربابش پیشنهاد کردی که حالا بفرمایید بریم. ایشالا نزدیک ساعت 2 از شب رفته همین که هوا خوب تاریک بشه اینجا تشریف بیارید و به مقصود خودتون برسین. اون وقت هر دوشون از باغچه رفتن بیرون. با همون درشکه که انتظارشونو میکشید رفتن. منم با عجله دویدم تا اون جوون خوب ببینم شاید بشناسمش. ولی درشکه راه افتاده بود و دور میشد. احمد علی خان شانه بالا انداخت و فیلسوفانه گفت
از این قبیل چیزا تو تهرون روزی 10 بار اتفاق میفته. ما جز این که تو خونه خودمون بشینیم و به کار همسایه‌ها کار نداشته باشیم وظیفه دیگه ای نداریم. جعفر ساکت مانده بود. احمدعلی خان که سیگارش را به آخر میرساند به ساعت خود نگریست. فرخ حالا دیگه باز بیاد. بذارید رابطه رو بگم چی جور شد دیگه. احمدعلی خان همونی که توی اداره پست کار میکرد اگه خاطرتون باشه، که مهین و مادرش رو توی راه قم نگه داشت، نامه نوشته بود، رفیق فرخ. جعفرم که الان خوندم دیگه، نوکر فوز سلطنه بود. از فوز سلطنه جدا میشه، دنبال کار میگرده، برمیخوره به احمدعلی خان. الان شده کارمند احمدعلی خان، نوکر احمدعلی خان، رفیق فرخ. از توی خونه از بالا دیده دیگه این اتفاقات، دیده که تو خونه روبروی همچین اتفاقی افتاده، برای این تعریف کرده. فرخ دیگه حالا باز بیاد. چند دقیقه بعد در را زدند. جعفر با عجله دوید تا هرچه زودتر صدق گفتار آقا را بفهمد و فرخ را با چشمان خود ببیند و همین که در را باز کرد صاحب منصب قزاقی را در مقابل خود دید. پس در روشنایی چراغ سردر خانه به دقت به او نگریست. آنگاه با خوشحالی تمام فریاد برآورد: پس آقا راست گفته بود. الحمدلله شما دوباره اومدین. فرخ متحیر شد و چون پس از لحظه دقت جعفر را شناخت، با دلتنگی پرسید: مگه اینجا منزل احمدعلی خان نیست؟ جعفر که به فکر فرخ پی برده بود، اینک به کنار رفته بود و با ادب پاسخ میداد که چرا؟ بفرمایید. آقا مدتی منتظر شمان. فرخ میخواست بگوید پس تو اینجا چه میکنی؟ مگر هر جا من میروم باید یادگاری از مهین عزیز و پدر جنایتکارش ببینم. ولی همان موقع احمدعلی خان که به پیشواز او می آمد رسید و دست رفیقش را گرفته به جانب اتاق برد. در آنجا فرخ دیگر خودداری نتوانست. با دلتنگی و تلخی پرسید: این دیگه اینجا چی کار میکنه؟ احمدعلی خان خنده بلندی سر داد. معلوم میشه بعد از اون صدماتی که از روزگار کشیدی به همه مردم بدبین شدی. جعفر چه تقصیری داره؟ آنگاه برای فرخ شرح داد چگونه تصادفاً ساعتی پیش جعفر بدون اینکه از موضوع آمدن او مطلع باشد، نقشه‌ای را که فوز سلطنه و سیاوش میرزا و علی اشرف خان و علی رضا خان برای دستگیر کردن او ریخته بودند و او از آن باخبر شده بود شرح میداد. فرخ با دلتنگی گفت: پس چرا منو مطلع نکرد؟ در این هنگام جعفر با سینی چای برگشت. آنگاه به دستور اربابش در حالی که هنوز اشک خوشحالی در چشمانش برق میزد، بار دیگر آنچه را در آن روز شوم شنیده بود برای فرخ به تفصیل شرح داد. فرخ که به گفته‌های او به دقت تمام گوش فرا داده بود، لحظه‌ای به فکر فرو رفت. سپس سر برداشته زمزمه کرد: حالا میفهمم چی گفتن و چی شنیدن. البته وقتی سیاوش میرزا کاغذ منو نشون بده و بگه بدون سابقه همچین نامه‌ای بهش نوشتم، هر کی حق داره منو دیوونه تصور کنه، نه؟ فرخ که منظورش یادتونه که دیگه این سیاوش میرزا رو تو خیابون میبینه و میفهمه که این نامزد مهینه، یعنی خواستگار مهینه. برای همین یه نامه به سیاوش میرزا مینویسه، میگه که بابا من مهین رو دوست دارم، به خاطر لطفی که بهت کردم بیا دست از مهین بردار، بگو ازدواج نمیکنم. منظورش اینه، میگه حالا اون نامه رو سیاوش میرزا به هر کی نشون بده و یارو میگه من دیوونم دیگه، مگه نه؟ فرخ که در اثر اصرار زیاد احمدعلی خان وعده داده بود آن شب را آنجا بیاید و ساعتی با دوست قدیمیش بگذراند، اینک با دیدن جعفر و پی بردن به شرکت علی اشرف خان و علی رضا خان و سیاوش میرزا در امر گرفتاریش تغییر حال داده، بار دیگر به دریای فکر فرو رفته بود. این به دریای فکر فرو رفتن و این چیزایی است که از متنای قجری قبل، از همین داستان‌هایی مثل چه می‌دونم نقیب و قبل‌تر امیر حمزه و اینا و همه کوشش‌های احمدعلی خان برای آرام ساختن و سرگرم داشتن او بی‌نتیجه می‌ماند. پس از آن که ربع ساعتی گذشت، جعفر برای اعلام آماده بودن شام به اتاق آمد. در این هنگام فرخ سر برداشته از پیش خدمت پرسید: میدونی حالا سیاوش میرزا چه میکنه؟
جعفر خواست جواب بدهد که چون 3 سال و نیم است از خانه فئودالسلطنه خارج شده و دیگر شازده را ملاقات نکرده خبری از او ندارد که ناگهان فریاد زن جوانی برخاست و شنیده میشد که میگوید: امان امان مردم، به دادم برسید، از دست این جوان نجاتم بدین. با این صدا که زود قطع شد، فرخ و احمدعلی خان از جا جستند. جعفر هم با عجله پنجره اتاق را باز کرد، ولی چون دیگر صدایی نمی آمد نمی توانستند جهت آن را تشخیص بدهند و حتی نزدیک بود تصور کنند که خیال بوده یا کسی تفریح و شوخی کرده که بار دیگر همان صدا منتها ضعیفتر بلند شد و این دفعه جز به دادم برسید چیزی شنیده نشد. اما چون این بار جهت صدا معلوم شده بود، جعفر گفت: صدا از باغچه مشهدی رضای باغبونه. فرخ و احمدعلی خان اینک به میان حیاط جسته و با اشاره جعفر به طرف دیوار کوتاهی که فاصله خانه آن با باغچه بود می‌دویدند. بذارید یه تست بزنیم شما رو. فکر می‌کنید این دختره که تو اون خونه هست کیه؟ حدستون کیه؟ منم حدس دارم من رمان نخوندم، منم تازه دارم با شما میخونم. حدستون کیه که اون دختره تو اون خونه و پسره کیه؟ آره آره شما هم هست. دمتون گرم، خوب داستان رو دنبال کردید. آره خودشه. منم حدسم همونه. اون یکی هم سیاوش میرزا. آره آفرین، دوست دختر جواد جلالت. آره آفرین. یعنی آفرین که میگم اینی که دارم حال میکنم خوب گوش کردین، نه که بگم من خوب میدونم. خب فرخ و احمدعلی خان اینک به میان حیاط جسته با اشاره جعفر به طرف دیوار کوتاهی که فاصله خانه با آن باغچه بود میدویدند. سپس فرخ با چابکی روی دیوار بالا رفت و به آن طرف پرید. احمدعلی خان هم که البته مهارت رفیقش را نداشت، هر طور بود خود را بالای دیوار رساند و در عقب فرخ در باغچه همسایه فرود آمد. صدای فریاد دیگر شنیده نمیشد. اتاقهای مشهدی رضا هم خاموش بود، ولی در آن تاریکی تشخیص داده میشد که در یکی از اتاقها هنوز باز است و شخصی در وسط آن ایستاده. فرخ هفت‌تیر خود را از کمر کشید. با احمدعلی خان به جانب اتاق به راه افتادند. همین که خواستند از پله‌ها بالا بروند، صدای به هم خوردن در باغچه برخاست. فرخ به رفیقش گفت: یکیشون فرار کرد. باید دومی رو بگیریم. در همین موقع آن دیگری هم از بالای ایوان باریک بلند مقابل اتاق باغبان به قصد فرار به میان باغچه پرید. اما گویی پایش پیچ خورد، چه سخت روی سنگ فرش افتاد و صدای نالش برخاست. فرخ در حالی که هفت‌تیر خود را به احمدعلی خان میداد، به او گفت: اینو محافظت کن تا ببینم تو اتاق چه خبره. سپس کارد کمرش را از غلاف کشید، از پله‌ها بالا رفت و در وسط اتاق صدای نفس موجودی شنیده میشد. فرخ خیال کرد کسی را کشتند یا در حال جان دادن است. پس کبریتی روشن ساخت و بر روی آن شخص نگاه کرد. با تعجب دختر جوانی را دید که با چشمان نیم بسته نقش زمین شده و دستمال سفید رنگی را در دهانش فرو بردند. پس با سرعت دستمال را از دهان دختر بیرون آورد. آنگاه با خوشحالی تمام به صدای بلند به احمدعلی خان ندا داد که الحمدلله کسی کشته نشده. خوب از اون بابا محافظت کن که اومدم. سپس به جانب باغچه رفته کبریت دیگری روشن کرد و جوان سیاه چرده‌ای را که 25 ساله به نظر می آمد دید که نیم رخ بر زمین افتاده و از یکی از کنده‌های پا و پیشانیش خون به شدت جاری است. باد سردی می‌وزید. فرخ به دیدن سر و وضع جوان مجروح و آن حال قابل ترحمش به رقت آمد. پس دست پیش برده سر مجروح را بلند کرد. به طرف خود برگردانید. ولی بی اختیار آن را رها کرد. چنان که از برخورد سر مجروح با زمین صدای سختی برخاست. آنگاه با تلخی گفت: آه شاهزاده.